روی مالی سر جور گلی جیگدونی دور بنده کبین در تپهی پیشونی این جمعه بادم چطور از بیده من خاکی ره که تو قدم میمونی این شب بد درمت ای دختری قشلاقی هجی میرده بابای محمد ساقی اگر کار پزد برای بابا سفراد یک جامه و یک میورس و یک تاخی حیران شدیم جور بقاش و قلمت حیران شدیم جور بقاش و قلمت در کنجی دلم نشسته داغی علمت من دونم اگر که تو محبت داری قاشاد بکشم یا رسمه جای داری قاشانی تو از قلم دراز و باری که دل بری میدی حکی دل آزاری لیلا لیلا در عشق تو مجنونم از هجری تو در دشتی سبق نالونم که امری خدا شود که هجی مونم در جامه و مسیب و کلوش جونم جانان بهار شده است کی می آیی جانان بهار شده است کی می آیی وقتی گلی خار شده است کی می آیی تو وعده به برف های زمستان دادی برف ها همه آب شدند و کی می آیی درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. ما در ناحیه کوهستان مسچاه قرار داریم، در یک دهه دوردست زیبا و بسیار هم آوازه‌دار، دهه ولیغوند که در یک نقطه بسیار هم بلند و بسیار هم زیبا قرار دارد. امروز تصمیم گرفتیم که برنامه گنجور را با هنرمندان همین منطقه پیشنهاد شما گردانیم و این برنامه با یک رسم و آیین معمولی این منطقه روبایی خوانی آغاز گردید که تمام بزم و آیین و تمام چاره‌بینی هایی که در همین منطقه می شود اصلا روبایی خوانی یکی از عنعنه های معمولی آنها است. من درود میگم به شما. تشکر. سپاس که ما را قبول کردید و امروز با ما صحبت میکنید. شما که پیرانی روزگار دیده اید و سالیان زیاد در اینجا زندگی کردید و رسم و عادت و آیین‌های مختلف را گذرانیدید و تو به امروز آمدید. من میخواستم بدونم که همین روبایی خوانی که از نسل‌های قدیم تا به امروز باقی مانده است قبلا چگونه بود؟ چگونه سروده میشد؟ چگونه مردم جشن میگرفتند؟ مردم کوهستان مسچاه اساساً از اجدادن از قدیم الایام به روبایی خانی و به روبایی سرایی مشهور بودند. مردم در یگام چاره‌بینی هایی که نبود که به روبایی خانی و به وی گذرانند. یک مثال عادی ترین میگویم،
عادی‌ترین قدیمه ما از بابای کلانما شنیده بودیم. در دهه ولغون از همین دهه چند نفر در بخارای شریف تحصیل علم کرده برآمده بودن و 2 نفر وقتی که به بخارا رفته در بخارا شیشته صحبت میکنن، بعد کارشون یک تاش خبر میآورد که فلان آدم فلان وقت توی دارد و بعد یک تاش میگوید که این حد ما اشله میکردیم، روبایی ما میخوندیم، این به ما اون توی چه میگذرد. از بخارای شریف سال 1908 یا 909 خسته برای روبای خانی ولغاند آمده توی گذرانده گشته رفتگیان. این تاریخ امروزه تاریخ 2 روزه ندارد. بله. مردم کوهستان به همه روبای خانی حیاتشون پیش میبرند، گذشتگانشون یاد میکنند. در تمام روبای های مسچا اساساً اگر شما سخت زمانه براید، اگر 2 کس هم مرد هم زن هم بابا هم بیبی هم دادا همش یاد میشه. بله. فرزندا یاد میکنند. دیگر چی یاد وطن میکنند. با روبایی یاد وطن کردن، یاد اجدادان کردن این هزل نیست. و همین روبایی ها با لهجه خاصی همین منطقه نیز سراییده می شود. بعضی واژه ها و بعضی کلمه هایی دارد که مثلا برای دیگر منطقه و برای دیگر ناحیه ها نافهمو است، یعنی خاصی همین مردم است. مردم کوهستان مسچا از روی که ما میدونیم 54 قشلاق دارد. همین 54 قشلاق 54 واژه دارد. هر یک قشلاق خودش به خاص تلفظش الهیده هست. خب برای همین این آدمایی که صنعت نقض میدانند و یا نقض درک میکنن و یا میفهمن، نه که حاضرنگی آدمایی که حاضر من یا جوانای برآمدگی این به نقض اهمیت نمیتین. یک مثال عادی ترین میگویم که یک سال من یک جا مهمان شدم، یکم آدم نمیشناسم، وقتی صحبت کردم گفت که تو اولغون میشی. چون لفظی هر یک دهه به خودش خاصه، هر یک تلفظ میکردگی هر یک قشلاق الهیده. ما بیشتر شوی شیرین ترین در کوهستان است. بله. خب تشکر زیاد. گفتید که بزم ها میشد و همین گونه عادت بود در میان مردم کوهستان که مثلا وقتی که یگان بزم میشد، یگان توی عروسی میشد، می نشستن در یک خانه گرد می نشستن، یک دوره میکردن و روبایی خوانی میکردن. من خودم چند جا به اشتراک کردگی پیش من خیلی حاضر تویخانه های حاضر هستن، این خیلی زمانوی تویخانه نبود، وابسته به همون شرایط، وابسته به همون تویگر خانهش چه خیلی باشد، وابسته به هوای خانه خودش به خانه همسایه‌اش به گرد میشتن. بعد میگفتن که روبای خانی مثلا از سید بران سر میشد. همین مردک میگود نگود نمیشد. بعد وای شما من هم تو فیر گشته هم خطاب میبه، اگر که نبود تشکیلی کرده میداد. کسی که در بین مثلا روبای فراموش کرد یا که فراموش کرد یکم چی میداد، یک رقص میکرد یا یک حکایه میکرد. شما اشتراک داشته در همین گونه؟ من چندین اشتراک کردم که روبای نخواندیم. هنر نیست. بعد چی گپ شد وقتی که روبای نخوانده؟ روبای نخوانده یا تو اون تاریخ میگویم. فقط شما با هم تاریخ خلاص شده؟ بگم خلاص شده؟ تشکیل زیافت نکرده؟ نه من زیافت کردن و هزل نیست. چی با؟ هیچ نشو یک قرطاب کرده میدادیم. عجیب. شما هم یادتون هست از همون بزم ها؟ خیلی که حاضر استاد رحیمزاده قید کردن از سال 72 تا به امروز من قریب در همه چهاربینی های فرهنگی مردم اشتراک میکنم. حاضر بسیار خوب گفتن، همون صاحب توی شب جوانو جمع میشدن ساعت 10 9 10 خوناق میدادن. خوناقش همون یک گوسفند میدادن که همین دوره شیشتگی ها یک آب ضیافت کنن، یک بزم بازی تشکیل کنن. همین خیلی بود، همین خیلی تشکیل میکردم. بعد گفتی این کس من یک سرود میخوندم، بعد از من خیلی نوبت به نوبت باید یک چی گوید، نه یا روبایی میگو، خواهی گم سرگذشت میگو یا از تاریخ یاد آوری میشد.
فقط در بزم عروسی هم میگونه جمع می آمدن. ختم سوری همون سراشون اندم همین خیلی توی بود، همین خیلی شیشت بود مرکب بود. چند نفر می نشستن؟ و اونجا میشتن 30-40 میشتن. مهمانخانه چقدر گنجایشش بود همین قدر آدم جمع میشد. با یک قسمش بیرون میکردن که تو یوشایی حال تو اشتراک نکنی این بود. ولی جایگیر شدنی همون انتخاب میکردن. انتخاب میکردن با هر کسایی که مثلا بزلگو هستن، کسایی که خوب میدونن رو. 1-2 ساعت در همون داخل بنا بعض موضوع تشکیل میکردن، میگفتن که نه ما با این قناعت نمیکنیم بیرون میبریم. بالون همون ماشین می آوردن، علوب میموندن، بعد در گردی همون گلخان انا بر رقص بازی سرودخوانی میشد. یادتون هست اون سرودهایی که اجرا میشد در همونجا؟ بله. اجرا میکنید؟ اجرا بفرمایید. تشکر زیاد، سلامت باشید، بسیار زیبا اجرا کرده. یعنی بزم‌ها همین گونه با همین گونه سرودهای شوخ برپا میشد و قبلا که برق نبود در این دیارها، مثلا برق دیرتر آمد و مردم برای آنکه مثلا روزهای خود را شاد گذرانند، برای موسفیدان خاصه آنها چیکار میکردن؟ اگه آنجا می نشستن صحبت میکردن، اگه بزم‌های
مثلا بین جوانان و کلانسالان برپا میشد چی کنه بود؟ مردم روزای منوی خرسندش، روزای توی شادی خرسندش در خانه ها میگذراندن، در بیرون در گرد گلخان روزانه باشد بیرون جمع میشد، مردم آواز بلند قطعی اشتله میکرد، روزش میگذرون. خیلی صمیمی بوده؟ از صدق دل، هر کی از صدق دل خواستگیش میگفت میشد. من اما استاد قطعی یک سال حاضر ما گفتم نزد سید قل بلالف در آمدیم، هر دومان در آمدیم، سلام کردیم، شیشتیم. سید قل بلالف گفتن که مردم کوهستان مسجا یک گپ میزنن، همش روبایی میگن. یک مثال عادی گفتن، من میمرم دو گور کووید بری من، یک تش بری حسرتام، یک تش بری من. اینی گفتن، هر کی نمیگو. درست. و خیلی گپی پرمضمون است، خیلی فلسفه بلند داره. این گپ گفتن نه همه میگن. درست. این فقط مردم کوهستان گپ میزند. من همین سوید من هر دو مشتم همین گپ گفتن، ما با بسیار نصیحت های ناز کردم از صدق دل. زمستان اینجا سرد میشود؟ بلند میشد. حاضرانه 2-3 سال آخر سال وای شده است، تغییرات اقلیم شده است، نه که اینجا خنک بسیار میشد. اینجا 8 ماه زمستان میشد. 8 ماه زمستان. از همین یک سال 9 ماه سپتامبر برف گرفت. 9 سپتامبر برف گرفت. حساب کنید، خود سپتامبر حساب نه، اکتبر حساب کنید. اکتبر تا ماه می. تا ماه می چی کار میکنن مردم؟ مردم اساسا در اینجا چارواداری، تابستون زراعت کاری، دیگه گپ نیست. در صحرا مثلا وقتی که اصلا کارتوشکا اینجا کارتوشکا و زردو کارتوشکا بعد روبایی میخونن در اونجا. بچه‌ها میکنه دیگه. بچه‌ها میکنه دیگه گپ نیست. میتوند نمیتوند زمزمه کردن میگیره، قد جوباره می قد درن داشتن می. عجیب این است که این روبایی های خیلی پرمضمون و زیبا مال خودی مردم است. مردم خودشون ایجاد میکنن. خودشون. خب میشود که باز گوش کنیم چیزی دیگر اجرا بکنید بچه‌ها. روبایی. خب بفرمایید. مرحمت. هم از شابم از شا چی جای ها دارد، he آبهای خنک و چشم سارها دارد، he یک پاره اینانی گندمی از مسشا، he یک کاسه از زرفشان باشد از لعلی لبد عسل خورم قند خورم، از لعلی لبد عسل خورم قند خورم، آرزی تو سبی کوهستان خورم. گل خنده یاری نازنینم میباد، گل خنده یاری نازنینم میباد، بوی خوشی مشک عنبرینم میباد، یک باری دیگر بسفتی جنبون جنبون، یک رقصی بنا زیاستی نمیباد. مهری وطنم چون مهری خوبان باشد، یادی وطنم در دل و در جان باشد، با سروری امام علی رحمان، ستاره بختی ما درخشان باشد جام ویداد. من در رهی دور یار در برداشید، دو دیده این تیزار در برداشید،
دل ناله کند که که روم پشکیار جانم بگیرد قرار در ورداچید قدی تگاب ناله های لاشی قدی تگاب ناله های لاشی صد برگی دارم تو در کجا خواب باشی قدی تگاب نهال دالو نبراد کاس که کی آوا زی جورای خونه براد. تشکر زیاد، خسته نباشید. چون که در بالا قید کردیم بعضی واژه های خاص است. مثلا در روبایی که شما اجرا کردید ورداچید. ورداچید چی است؟ ورداچید یک نام محله. حاضر محله ای که نو بنیاد است. وقتش با یک گوشه همون دیار، یک گوشه همون قشلاق مدرشکت، از قشلاق بیرونتر یک محله کشتکار بود. همون بعد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اهالی های یا جوان ها به جای منزل پوشیدن و وی کردن و جا دادن. همونجا رفته همون بنا پوشیده، حوله پوشیده، خانه پوشیده، همونجا به نام همون محل ورداچید نام کرد. همون محلی که در همونجا همین مردک در همونجا زندگانی میکرد بود خودش بوده. گل تیچزار، دهه گلزار. خب جایداری هم یک کلمه هست. محلی گفته. محلی هستن. اسمه جایداری. اسمی همین دم کوچیکه شنودی که جایداری می. خب با چی همگونه واژه‌ای هست که مثلا خاص همینجا هست. خب تشکر زیاد، خیلی جالب بود خاصه صحبت کردن در همین گونه محیطی زیبا، محیطی که طبیعت است اونجا. مثلا از اینجا آب جاری می شود، اینجا مثلا کارتاشکا زراعت است و اینجا درخت‌ها و محیطی که درخت و کوه و طبیعت ما رو احاطه کرده است و واقعا خیلی لذت دیگر دارد. خیلی دلنشین است اینجا نشستن و با پیران و جوانان این منطقه صحبت کردن. امیدواریم که این برنامه برای شما دوستان عزیز پسند آمد. برنامه گنجور بود و این برنامه را ما از ناحیه کوهستان مسجد تهیه کردیم، از دهه ولیغوند. یک دهه خیلی دوردست است ولی خیلی هم زیبا است. اینجا در انتهای برنامه احمدزاده سعید دمران برای ما یک ترانه دیگر اجرا میکنند. یک نفر آوازخوان محبوب این دیار هستند که با ترانه های جذاب و دلنشین در میان مردم شهرت خاص دارند و اکثری بزم و چاره‌بینی هایی که در خود ناحیه برگزار می شود با اشتراک ایشان برپا می شود. امیدواریم که روزگاری خوشی داشته باشید و آرزومند آن هستیم که سرود و موسیقی همیشه در خاندان شما ترین انداز باشد و پیامی شادی و نشاط بدهد. خسته نباشید.
بختت دلبر اله گل کند بختت دلبر اله